بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه عزیزان. من علیرضا اسماعیل زاده هستم، روانشناس و مشاور. امروز میخوام یک سری توضیحات در خصوص نحوه خدمات مشاوره تحصیلی گروه تخصصی مشهد مشاور خدمتتون عرض کنم. هدایت تحصیلی و مشاوره تحصیلی ما در این گروه به این شکل است که مانیتورینگ و پایش روزانه به منظور حفظ انگیزه و افزایش اراده و انگیزه افراد برای ادامه و طی مسیر تحصیلی خودشون انجام میشه و به طور نسبی با هفته‌های قبل مقایسه میشه و طی گزارشی به خانواده و خود فرد داده میشه. روش‌های مطالعه دروس، تکنیک‌های پاسخدهی مناسب و سریع به سوالات به افراد آموزش داده میشه. پس برنامه‌ریزی تحصیلی مبتنی بر استعداد و ویژگی‌های شخصیتی، نحوه پاسخدهی به سوالات در کمترین زمان ممکن، تکنیک‌های مطالعه هم در کنار اون به فرد آموزش داده میشه. انتخاب یک رشته متناسب با علایق و ویژگی‌های فردی برای فرد انجام میشه و گروه تخصصی مشهد مشاور تا رسیدن فرد به موفقیت در کنار اون هست و فرد هر لحظه میتونه با مشاور خودش در